پاکترین مکان روی زمین این مسجد است، زیرا آن خانه خداوند پاک است. در اثر آمده است که تابعیان می گفتند، از صحابگان می شنیدیم که می گفتند مسجد خانه خداست و هر کی مسجد را زیارت کند خداوند او را اکرام خواهد کرد. قرآن نیز در فضیلت مساجد فرموده است: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد از آن الله تعالی است، پس کسی را با الله نخوانید. سوره جن آیه 18. بنابر گفته های بالا مسجد را با راه بنا نمودن، تعمیر کردن، در آن نماز گزاریدن، ذکر و دعا کردن آباد کرده می شود. آباد نگاه داشتن مسجد علامت ایمان بوده، راه به سوی هدایت و رستگاری است. خداوند فرموده است: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حقا مساجد خدا را فقط کسی آباد میکند که به خدا و روز قیامت ایمان آرد و نماز را برپا دارد و زکات را پرداخت نماید و جز از خدا از کسی دیگری نترسد. امید است که آنان از بندگان هدایت یافته باشند. سوره توبه آیه 18. بنیاد مسجد از نخستین کارهای پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه بود. هنگام پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره هجرت نمودند، یکی از نخستین کارهایی که انجام دادند بنای مسجد بود. بنیاد مسجد نبوی سر نیرومندی مسلمانان و محور اساسی جامعه تازه بنیاد مسلمانان گشت. مسجد نخستین مکتب است که در آن نسلها به وایه می رسند و قهرمانهای ملت را در آن ساخته می شود. خداوند فرموده است: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آن مسجدی که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده است شایسته تر است که در آن به نماز قائم شوی. در آن مردانی هستند که پاک شدن را دوست می دارند و خداوند پاکیزگان را دوست می دارد. سوره توبه آیه 108. مسجد مدرسه بزرگ اخلاقی است. جامعه اسلامی این تجسمگر پاکی و پاکیزگی و تجلیگر طهر و صفاست. طهارت و صفای جسمانی و روحی که این صفتها را بغیر از مسجد در جایهای دیگر به دست آوردن امر محال است. مسلمانان در مساجد نه تنها شکل ظاهرشان را پاک می سازند، بلکه در این مکانهای مقدس از خودخواهی، از منمنی، از خودپرستی و از دیگر رفتارهای رذیله نیز پاک می شوند. بنابراین خداوند شخصانی پایبند به مسجد را وصف نموده فرموده است: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. این چراغ پرنور در خانه های است که خداوند اجازه داده است اسم پاکش در آن ذکر گردیده به بلندی یاد شود و صبح و شام در آنها تسبیح او گفته شود.
مردان نه تجارت و خرید و فروش آنها را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی سازد. آنها از روزی می ترسند که در آن دلها و چشمها دگرگون و بیتاب می شود تا خداوند بهتر از آنچه انجام دادند به آنها پاداش دهد و از فضل خود بر پاداش آنها بیفزاید و خداوند هر نفری را که بخواهد به حساب روزی می دهد. سوره نور آیه 36. از بس که اسلام میان روح و جسد، دین و دنیا، عبادت و تعلیم جدایی را نمیپذیرد، ضرور است رسالت تربیوی، اخلاقی و راهنمایی مسجد در باغچه های بچگانه، مکتب ها، دانشکده ها و دانشگاه ها نیز جای داشته باشد. تجربه روزگار نشان داده است که دست پروران مسجد دائما احساس مسئولیت دارند، در رفتار و گفتار صادق هستند و علاوه بر این نهاد و ضمیر پاک دارند و شخصان بر عهدشان وفادارند. دوستان گرامی، در نوار آینده وظیفه های گوناگون مسجد را بیان خواهم کرد. الله یار و مددگارتان باد.